أين الرجال؟ بسم الله والحمد لله والصلاة به نام والسلام على الله رسول بخشنده و الله وعلى مهربان، آله ستایش مر وصحبه الله ومن را، والاه. درود و سلام بر أشهد أن پیغمبر لا الله، إله عائله إلا الله ایشان، و صحابگانشان و اشهد ان تمامی محمداً کسانی رسول بود که به الله. ایشان یاری و کردند. مع شهادت می‌دهم الکلمة که نیست معبود الباقیة جز الله و المتجددة شهادت می‌دهم وهي که اليوم محمد رسول اوست. احذر. معروضه درس امروزه ما کلام الله احتیاط سبحانه شو وتعالى است. الله متعال در حذر کتاب رسوله خود رسول صلی الله صلی الله الله علیه علیه و سلم را هشدار ومن داد باب که از اولى نشاندادی او بیرون يكون نروند التحذير و این هشداردهی لعامة خصوصا به المسلمين. مسلمانان دیگر يقول تعلق الحق دارد. تبارك الله وتعالى متعال میگوید و از آنها احتیاط شو که تو را از بعض آن چیزی که الله به تو نازل کرده است گمراه نسازند. هذا التحذير جاء في معرض آگاهی الحديث مذکور نسبت حکمرانی با فرآورده های الله نازل شده است. بما انزل الله فالآيات من اولها اولین آیت مذکور چنین است: میان آنها با آنچه که الله نازل کرده است حکمران و به خواهش های آنها پیروی مکن و از آنها احتیاط شو که تو را از بعض آن چیزهایی که الله به تو نازل کرده است گمراه نسازند. من طبيعة هذا الحكم یعنی مسئله در نوبت اول به حکمرانی با نازل کرده الله علاقمند است. سپس از ماهیت خود حاکمیت معلوم می شود که آن به دشواری های گوناگون، امتحان ها، فشارها و تهدیدها دچار می شود و اگر حاکم در جواب به این چالش ها راه گذشتگونی را پیش گیرد، در این حال او از تطبیق و حکمرانی با نازل کرده الله بیرون می رود. از این رو حاکم باید دائما هوشیار باشد تا او را از راه الله گمراه نسازند. عیناً با همین مقصد الله متعال ما را آگاهانید و این آگاهی دارای اهمیت مخصوص می باشد، چون که در انسان فراموش خاطری، میل به حیات دنیا و تمایل به ناعدالتی در معامله با زیردستانش به نظر می رسد. عیناً برای همین الله متعال می فرماید و از آنها احتیاط شو. بنابراین هر یک مسلمان باید از فتنه های شیطان و دشمنان احتیاط باشد. اینچنین او باید کوشش کند که دائما در راه الله و رسولش صلی الله علیه و سلم باشد، نه در راه ایجاد بدعت ها در دین. احتمالیتی در حکمرانی با حاکمیت مغرور شدن باز هم بزرگتر است، زیرا در آن انگیزه های غریزوی، میل ها و خواهشات پول و قدرت و با ساحه های سرشمار دیگری که در حیات معمولی عادتا دستنورس می باشند در یک جا جمع آمدند. از این سبب است که بر رسیدن به حاکمیت دائما می کوشند، حالان که اساسی حاکمیت تشویش و غمخواری نسبت به کار آدمان می باشد و حاکمان از این اساس بیرون رفته با قدرت مغرور شدند و بایگری های امت را به طلب و تاراج کردن شروع نموده به خدمت منفعت های کافران پرداختند. در نتیجه آنها زیردستان خود را نادیده گرفته و آنها معامله ناعادلانه کردند، حالان که نبی صلی الله علیه و سلم چنین گفتند: اگر الله به کسی از بنده هایش مسئولیتی از بالای آدمان حاکمیت راندن را واگذار کند و او تا روزی مرگش به زیردستانش دروغ گوید، او تعالی بهشت را برایش حرام میگرداند. از این رو ما حتما از دشمنان خود و شیطان باید احتیاط باشیم و به فرموده های الله متعال عاید حکمرانی با نازل کرده های او چنگ زنیم. این چنین فداکاری را در خود باید افزایش دهیم و از فتنه های نیرنگ های کافران، جاسوسان و گماشته های سیاسی آنان احتیاط باشیم و نیز کوشش به خرج دهیم تا جامعه اسلامی را همچون اسلامی حفظ نماییم و آن هم باشد توسط استواری در راه الله. تماشابینان گرامی، اگر خواهید که نوارهای ما زود و بردوام برآیند، پس زیر کردن تکمچه لایک را فراموش نکنید. البته در شبکه ما ابونه شوید و ویدیوهای ما را به دیگران برسانید، زیرا رساننده مثل عمل کننده صاحب مکافات می‌گردد.